من برادرها یک навор لозری درای زیبا منظر قشلاق شرگاواد سرشوی لازر دستی هدی کنار نداره ولی نه سرشویشه نمیدونی و کدوم برش سر کنی و کدوم برش برای همین تای پای من دیگه سنگ هم همش برفه رویش یک قبطش سنگه تگش همش برف در روی برف رفته ایستایی منم ترقی میگم اون پیش رفتن چین کنه نداره اون با بلا گیرم آوشان خیخنه که هست که دسته میزنی یخ میکنی یعنی یکنی ترقه غوصی یخنی یکنی کافی است چند قه هست فکر طوری که ببین سنگ میره و گو میگیره انا نایندهش بیزیبی بعد بلنده بر بلندی بر زیاده 5 متر 10 متر طوری چی هست خساز نمیبینی من یک ترق گشت قریش میخوزی قریش اگر دروغ نگم اون تک طوری که نمیبینش 5 متر است یعنی یکنی این خیکت های از سر میگره که ولی طورش معلوم نیست چنده تو کس چیست گفتی هم ورسا که یک ریسکات میکنیم 100 متر یعنی بالا میرم خیلی توقعیم میترسم اگه میرم تا خیلش میرم
اینقدر میریم هیچ تمام نمیگیره. یکم جوش سوز دیار نمیگه. نه رفیقا در اینجا تمام. اینجا هم خیخینه که هست که هرچند رفته اونی هست که سرماد میزنه. این اترقه افته یک لق کتر. این ممکن که 15-20 متر باشه شخریش. اینجا اینجا دیگه میگردیم. این چو страшný بد میتوه. یک گرگه میگم لازری دره شرگوادی.